سلام پر از عشق خدمت همه شما عزیزان دل. عزیزان دل، چنانچه آگاه هستید فردا ورکشاپ نیمه تاریک تو قرار برگزار بشه و فکر کردم شما عزیزانی که هنوز شرکت نکردیم به این ورکشاپ پیامی برای شما داشته باشم تا ثبت نام کنید، چون این ورکشاپ خیلی مهمه. چنانچه شما همتون آگاهین، تمام آگاهی ها مثل یه رمزه، مثل یه کلیدی هست که اگر بخواین شما یه قلف رو باز کنین، وارد یه جایی بشین یا اون آگاهی رو به دست بیارین، باید کلیدش رو داشته باشین یا رمزش رو از این قلف های رمزی که هست تا بتونیم اون آگاهی رو به دست بیارین. یا کسایی که مثلا به تلفن شخصیتون فکر کنین، به کامپیوترتون یا ایمیلتون، شما فقط رمز اونو دارین، پسوردش فقط پیش شماست و فقط شما میتونید استفاده کنین و بدونین که محتویات داخل تلفنتون، کامپیوترتون چیه، به دسترس دیگران نیست. حالا اگه کسی دیگه هم بخواد از اون محتویاتی که در کامپیوتر یا تلفن شما وجود داره استفاده کنه، باید رمز شما رو داشته باشه تا بتونه وارد بشه و اینا رو به دست بیاره. میخوام بگم عزیزان دل، در این ورکشاپ برای شما کدهای زیادی خواهد داده شد. به رمز عبور، در اصل اینجوری بگم، رمز عبور خواهد داده شد که آگاهی های بیشتری به دست بیارین. چنانچه در این کانال من کدهای زیادی رو برای شما باز کردم، بی نهایت کدهای زیادی که شما الان در این مرحله هستین و این ورکشاپ نیمه تاریک تو بی نهایت ورکشاپ، اینجوری بگم، انتها که برای شما بزرگترین کد رو قراره بدم و شما بتونین با اون مشکل این مسیرتون رو حل کنین، چون سالهاست کار میکنین، سالهاست تو مسیرین، به بیداری دست پیدا کردین، اما هنوز جای کار میلنگه و با آمدن در این ورکشاپ شما 100% اون کلید رو به دست میارید. عزیزان دل که همیشه شکایت میکنید هزینهش زیاده، این ورکشاپ خیلی هزینهش کمه، به خاطر که همه تون بتونید شرکت کنید. برای شما، به خاطر شماها هزینهش رو خیلی کم گرفتم. کسایی که هنوز ثبت نام نکردن و دوست دارن که بدونن چرا هنوز وصال صورت نگرفته و نیمه تاریک من چی ربطی به این مسائل داره، حتما شرکت کنید، چون این نیمه تاریکی که من دارم میگم نه نیمه تاریکی که روانشناس ها قرار راجبش صحبت میکنن، این کلا متفاوته. در این ورکشاپ شما چیزهای زیادی خواهید شنید. منتظر بیشتر از شما عزیزان هستم. تا فردا وقت دارید که ثبت نام کنید، منتظر شما هستم، چون ورکشاپ رو به خاطر میگذارم که با شما در رو میتونم بهتر صحبت کنم و هزینه رو به خاطر گذاشتم که قبلا من ورکشاپ های گذاشتم که به طور رایگانه، که هفته قبلم ویدیوشو گذاشتم. عزیزانی که پول پرداخت نکردن دیر میان، سر ساعت نمیان، اون دیسیپلینی که باید ورکشاپ داشته باشه نداشته. برای این فکر کردم اگر اشخاص یه هزینه رو پرداخت کنن، خیلی آن تایمن، سر وقت میان و در کلاس ها هستن. همینجوری من مراقبه های گذاشتم که از طریق همین گوگل میت بود، تعداد زیادی همینجوری در رفت آمد بودن و کل مراقبه باعث شد که اینا رو من رفت آمد این عزیزان باشه. اما وقتی ورکشاپ میگذارم و عزیزان یه هزینه پرداخت میکنن، خیلی آن تایمن. به اون خاطر من یه هزینه ناچیزی روی این ورکشاپ گذاشتم تا شما عزیزان به وقت و زمانش سر ساعت اونجا باشین. منتظرتون هستم. روز عالی و پر از عشق براتون میخوام.